عزراییل، فرشته‌ای که با فکر کردن به اون رعشه بر جان آدم میشینه. فرشته‌ای که با قدرت پا توی جایی گذاشت و مسئولیتی رو قبول کرد که هیچ کدوم از فرشته‌ها حاضر به انجام اون نشدن. درسته، گرفتن جان انسانها و تمامی موجودات عالم. اما روزی میرسه که این فرشته با عظمت خداوند این بار رو روی زمین خواهد گذاشت. اما آیا توی اون روز نفس راحتی خواهد کشید؟ تعجب میکنید اگر بدونید سرنوشت عزراییل چه خواهد شد و خداوند با فرشته‌ای که جان خلائقش رو گرفته چه خواهد کرد. اگر آماده اید بریم ویدیویی رو شروع کنیم که ما رو به هزاران سال آینده خواهد برد. روزی که هیچ کس در زمین نخواهد ماند. روزی که اسرافیل به زمین خواهد آمد. روزی خواهد رسید که عمر دنیا تمام می شود. در این روز فرشته مقرب خدا اسرافیل با صور خود به زمین خواهد آمد. فرشتگان که شاهد این لحظه هستند با خود می گویند که خداوند اذن مردن همه اهل آسمان ها و زمین را داده است. ویژگی های صور اسرافیل چیست؟ صور اسرافیل به فرموده امام زین العابدین علیه السلام یک شاخ بزرگ است که یک سر و دو دهان دارد که یک دهان آن به سمت آسمان و دهان دیگر به سمت زمین است و فاصله بین این دو دهان به اندازه اعماق زمین تا بالای آسمان هفتم است. اسرافیل برای انجام این مأموریت بزرگ به سمت بیت المقدس آمده و روبروی خانه کعبه می ایستد. در این زمان خداوند به اسرافیل فرمان می دهد که در نفخه فزع بدمد و آن نفخه است که همه اهل آسمان و زمین را بیهوش می کند. همانطور که خداوند تبارک و تعالی در سوره نمل آیات 87 تا 89 فرموده است. خداوند در این آیات می فرماید و روزی که در صور دمیده شود پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است به هراس افتد مگر آن کس که خدا بخواهد و جملگی با زبونی رو به سوی او آورند و کوه ها را می بینی می پنداری که آنها بی حرکتند و حالان که آنها ابراسا در حرکتند. این صنع خدایی است که هر چیزی را در کمال استواری پدید آورده است. در حقیقت او به آنچه انجام می دهید آگاه است. هر کس نیکی به میان آورد پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ایمنند. زمین از آن نفخه به لرزه در می آید که از هول آن تمام موجودات شیرده بچه هایشان را فراموش می کنند و تمام موجودات حامله حملشان را سقط می نمایند. مردم بیهوش شده و مانند افراد مست بر روی هم می افتند. آنها مست نیستند بلکه از هول عظیم آن صور آنچنان بر روی زمین می افتند. ریش جوانان سفید می گردد و شیاطین سرگردان به اطراف زمین فرار می کنند. اگر خداوند روح خلائق را در بدنهایشان نگه ندارد از هول آن نفخه روحها از بدنها بیرون می روند. پس به آن مدتی که خداوند می خواهد بیهوش می مانند. سپس خداوند به اسرافیل امر می کند که در صور مرگ بدمد. پس صدا از آن زبانی که به طرف زمین است بیرون می آید. پس هیچ انس و جن و شیاطین و دیگر موجودات که دارای روح هستند بر روی زمین باقی نمی مانند مگر آنکه همگی می میرند. و سپس صدا از آن دهانی که به طرف آسمان است بیرون می آید و در آسمان هم تمام موجودات صاحب روح همگی می میرند. چنان که خداوند تبارک و تعالی می فرماید الا من شاء الله، یعنی به جز هر کس که خدا بخواهد
و آنان کسانی نیستند به جز جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزراییل که خداوند می‌خواهد زنده بمانند. خداوند متعال می‌فرماید ای ملک الموت، کدام یک از آفریده‌های من زنده مانده است؟ میگوید پروردگارا، تو آن زنده‌ای هستی که نمی‌میری. جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و من زنده مانده ایم. خداوند به عزراییل امر می‌کند که روح آنها را بگیرد. پس به فرمان خداوند عزراییل روح آن سه فرشته مقرب خدا را می‌گیرد. سپس خداوند می‌فرماید ای ملک الموت، چه کسی زنده مانده است؟ میگوید بنده ضعیف و مسکین تو ملک الموت زنده مانده است. خداوند می‌فرماید ای ملک الموت، به اذن من بمیر. و آن لحظه است که ملک الموت به اذن و فرمان خداوند جان خیش را تسلیم می‌کند و می‌میرد. همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید هنگامی که روز قیامت می‌شود، خداوند عزوجل به ملک الموت می‌فرماید ای ملک الموت، به عزت و جلال و مقامم سوگند، طعم مرگ را به تو خواهم چشاند همچنان که به بنده هایم چشانده‌ام. در هنگام خارج شدن روحش ناله‌ای دردناک و عظیم سر می‌دهد که اگر فرزندان آدم قبل از مرگشان آن را می‌شنیدند هلاک می‌شدند. ملک الموت در آن هنگام می‌گوید اگر می‌دانستم گرفتن روح فرزندان آدم این همه تلخ و سخت و مشکل است، در گرفتن روح مؤمنین به آنها مهربان بودم. هنگامی که کسی جز آفریننده آسمان‌ها و زمین باقی نماند، خداوند جبار ندا می‌کند ای دنیا، کجا هستند پادشاهان و فرزندان آنها؟ کجا هستند ستمکاران و فرزندان آنها؟ کجا هستند کسانی که دنیا را مالک بودند؟ کجا هستند کسانی که از رزق من می‌خوردند ولی حق مرا از آن نمی پرداختند؟ منظور خداوند آن است که خمس و زکات مالشان را پرداخت نمی کردند و آن را در راه خیر و الهی مصرف نمی نمودند. سپس می فرماید لمن الملک الیوم، یعنی امروز ملک از برای چه کسی است؟ ولی در آن زمان کسی پاسخگوی سوالات خداوند نیست. پس خداوند خودش جواب می دهد و می فرماید لله الواحد القهار، یعنی امروز ملک از آن خداوند واحد و قهار است. سپس خداوند به آسمان امر می کند با افلاک و ستاره هایش بچرخد و آن مانند آسیاب شروع به چرخش می کند. به کوهها امر می کند که مانند ابرها بروند. سپس زمین به زمینی دیگر تبدیل می شود که دیگر بر روی آن گناهی اتفاق نمی افتد و خونی ریخته نمی شود. هیچ کوه و نباتی بر روی آن یافت نمی شود. نیست مانند اول باری که خداوند آن را آفرید. همچنین آسمان ها به یک آسمان دیگری تبدیل می شوند، همچنان که خداوند تبارک و تعالی می فرماید یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. سوره ابراهیم آیه 48. روزی که زمین به غیر این زمین و آسمان ها به غیر این آسمان ها مبدل گردد و مردم در برابر خدای یگانه قهار ظاهر شوند. عرش الهی بر روی آب قرار می گیرد، همچنان که خداوند قبلا آسمان ها و زمین را اولین بار با قدرت و عظمت خود آفرید. سپس خداوند به آسمان امر می کند که بر زمین ببارد و آب 12 ذراع بر روی هر چیزی قرار می گیرد و اجساد خلایق همانند سبزی شروع به رویدن می کنند و اجزای بدنهای خاک شده که به قدرت خداوند عزیز با هم مخلوط گردیده از هم جدا می گردند که اگر در یک قبر
1000 میت دفن شده و تمام گوشتها، بدنها و استخوانهایشان پوسیده و خاک شده و با هم مخلوط گردیده باشند، در این هنگام خاک هر میتی با خاک میت دیگر جدا می گردد، زیرا که در داخل قبر افراد شقی و سعادتمند دفن شده اند و جسدی از نعمتهای بهشت متنعم می گردد و جسدی دیگر در آتش جهنم معذب می شود که از آن به خداوند متعال پناه می بریم. سپس خداوند می فرماید: جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزراییل و حاملان عرش زنده شوید. آنها به اذن الهی زنده می شوند. خداوند به اسرافیل امر می کند که سور را بردارد. خداوند به ارواح خلائق امر می کند که آمده و داخل سور شوند و به اسرافیل می فرماید که برای زنده شدن خلائق در سور بدمد. بین هر نفخه 40 سال فاصله است. روح‌ها از سوراخ‌های سور مانند ملخ بیرون آمده و پراکنده می شوند و ما بین زمین و آسمان را پر می کنند. روح‌ها در زمین به جسدهایی که در قبرها مانند مردگان خوابیده اند از بینی‌هایشان وارد می شوند. هر روحی در جسد خودش وارد می شود. پس به اذن الهی زنده می شوند و زمین از آنها پر می شود، همچنان که خداوند متعال می فرماید: یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنهم الی نصب یوفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون. سوره معارج آیات 43 و 44. روزی که از گورهای خود شتابان برآیند، گویی که آنان به سوی پرچم‌های افراشته می‌دوند. دیدگانشان فرو افتاده، غبار مذلت آنان را فرو گرفته است. این است همان روزی که به ایشان وعده داده میشد. و می‌فرماید: ثم نفخ فیه اخری فاذا هم قیام ینظرون. سوره زمر آیه 68. سپس بار دیگر در آن دمیده می شود و به ناگاه آنان بر پای ایستاده و می نگرند. پس خداوند آنها را به سوی محشر فرا می خواند و به خورشید امر می کند که از آسمان 4 به آسمان دنیا فرود بیاید تا حرارتش بالای سر مردم قرار بگیرد که مردم از حرارت خورشید به سختی بزرگی گرفتار می آیند، به حدی که در عرق خودشان غوطه ور می شوند. سپس پا برهنه، عریان و تشنه برانگیخته می شوند، در حالی که از شدت تشنگی لبهایشان را با زبانهایشان می لیسند. در همان حال آنقدر گریه می کنند که اشک چشمهایشان تمام شده و بعد از آن خون از چشمهایشان جاری می شود. پایان این قسمت از کتاب عزراییل مأمور معذور.